قصه دیوارهای کابل. هر کسی به کابل سفر کرده باشد حتما دیوارهای پهن و قدیمی را که مانند یک اژدهای طویل در بالای کوهی به نام شیر دروازه افتاده دیده است. این دیوارها که به گمان اغلب 100 سال پیش از ظهور اسلام اعمار شده اند، از پل آرتل شروع و از آنجا به سوی بالاحصار امتداد یافتند. مورخین به این باورند که قدامت تاریخی این دیوار به دوره یفتلی ها می رسد. در آن زمان پادشاهی به نام زنبورکشاه در این منطقه حکم روایی می کرد که کابل پایتخت سلطنت او بود. تا کنون هم یک قسمت از کوه به نام او یعنی کوه زنبورک یاد می شود. شاه مذکور هدایت داد تا برای محافظت از شهر از شر حملات خارجی دیواری مستحکم در دورادور آن اعمار گردد. او همچنان هدایت داد تا 2 دروازه بزرگ برای دخول و خروج به شهر اعمار شود که یکی از آنها در قسمت غرب شهر کابل در ناحیه‌ای که اکنون به نام دهمزنگ یاد می‌گردد و دیگر آن در قسمت جنوب شرقی شهر در محلی که اکنون به نام بالاحصار یاد می‌گردد اعمار گردند. بر اساس روایات تاریخی و افسانه‌های قدیمی شهر کابل، زنبورکشاه یک پادشاه ظالم و خونخوار بود که در ظلم و بیداد نام داشت. این دیوار هم نشانه ای از ظلم و بیدادگری او بود، زیرا او با به کار بردن زور و جبر هزاران مرد و جوان را مجبور می ساخت تا به صورت بیگار در اعمار این دیوار کار کنند. او کارفرمایان خشن و بیرحم را در رأس آنها قرار داده بود تا از آنها مراقبت کنند. میگویند کسانی که بنابر ضعف و ناتوانی و یا پیری نمی توانستند کار کنند به حکم پادشاه در زیر دیوار زنده به گور می شدند و خروارهای خاک و گل بالای آنها انداخته می شد. به همین اساس هزاران نفر در پای این دیوار زنده به گور شدند. با این همه جبر و فشار آن شاه ظالم و سفاک نتوانست کار این دیوار را تکمیل نماید و خود نیز مانند هزاران نفری که به حکم او در پای دیوار زنده دفن شده بود در همانجا کشته شده و زیر خاک شد. قصه از این قرار است که دیوار در حال تکمیل شدن بود و پادشاه مثل هر وقت حکم نمود تا مردم در کار اعمار دیوار حاضر شوند. همه مردم از ترس به کار حاضر شدند و برای اینکه در زیر دیوار زنده به گور نشوند سرسختانه کار می‌کردند. میگویند جوانی بود که نامزد بود و می‌خواست عروسی نماید، ولی جرأت آن را نداشت تا رخصت اخذ کند. نامزد آن جوان او را تشویق می‌نمود تا از فرمان شاه سرپیچی کند، ولی او از ترس حاضر نبود تا به این کار تن در دهد. بالاخره روزی نامزد آن جوان نیز تصمیم گرفت تا در میان کارگران رفته و مصروف به کار شود. او بهانه نمود که برادرش مریض است و نمیتواند به کار حاضر شود، بنابراین او آمده تا به عوض او کار کند. عروس جوان با دلگرمی در کنار سایر کارگران مصروف کار شده بود و در امر خشت بردن، آب آوردن و حتی سنگ دادن و گل دادن مردان را کمک میکرد، مگر او در دل تصمیم دیگری داشت و میخواست در موقع آن را عملی سازد. در همان روز زنبورکشاه طبق معمول به محل کار آمد تا از چگونگی پیشرفت کار دیوار دیدن کند. او با نهایت تعجب زن جوانی را دید که در کنار مردان مصروف کار است. وقتی چشم دختر به پادشاه افتاد، فوراً چادر خود را بر روی خود کشید و صورت خود را از پادشاه پنهان کرد. شاه با تعجب سؤال نمود: چرا از سایر مردان صورت خود را نمی پوشانیدی که با دیدن من فوراً چادرت را بر روی خود کشیدی؟ زن در جواب گفت:
من در اینجا بجز از شخص عالی جناب دیگر هیچ مردی را نمی بینم. شاه باز هم تعجب نموده و پرسید: مگر این همه افرادی که اینجا کار می کنند مرد نیستند؟ زن در جواب گفت: نخیر، اگر آنها مرد می بودند این همه ظلم و جور تو را تحمل نمی کردند. این را بگفت و سپس سنگ بزرگی را که در دست داشت به سینه شاه زده او را نقش بر زمین ساخت. هزاران کارگری که شاهد این صحنه بودند تحت تأثیر سخنان عروس جوان قرار گرفته و احساساتشان تحریک شد. آنها فوراً به کارفرمایان ظالمشان حمله نموده و همه را از پا درآورده و در پای همان دیوار دفن نمودند. بعداً به صورت دست جمعی به سوی قصر شاه یورش برده و تمام سپاه و امیران جابر شاه را از پای درآوردند و خود را از شر آنها برای همیشه نجات دادند. این روایت در کتاب‌های مختلف و توسط راویان مختلف به گونه‌های مختلفی ذکر شده. در برخی دیگر از روایات آمده است که این دختر با شهامت قرار بود با جوانی عروسی نماید. در روز مراسم عروسی او سپاهیان شاه آمدند تا شوهرش را به بیگار ببرند. او نیز با شوهرش همراه گردید تا با او یک جا در کار اعمار دیوار سهم بگیرد، ولی در دل پلان دیگری داشت و همان بود که با مقابل شدن با شاه سفاک بعد از مختصر گفتگو سنگی را به سینه او می‌کوبد و او را از اسبش به زمین می‌افکند و بعد مردم او و کارفرمایان ظالمش را در زیر دیوار گور نموده و خود را از شر آنها خلاص می‌کنند. یکی دیگر از روایات این است که می‌گویند پادشاهی ظالم برای اعمار دیوارهای کوه آسماهی و شیر دروازه و بالاحصار به همه سکنه شهر امر داد تا به نوبت از هر خانه یک نفر به قسم بیگار برای رساندن گل و سنگ و آب در قلل کوه بیگار گرفته شوند تا مواد ساختمانی را برسانند. هرگاه شخصی از خانواده‌ای در روز نوبت حاضر نمی‌شد، پادشاه ظالم آن شخص را به جبر حاضر کرده و در دیوار کوه زنده می‌گذاشت و بالای او دیوار می‌کرد. روزی از روزها در جمله دیگران نوبت به خانه‌ای رسید که در آن تنها یک پیرمرد سال خورده و لاغرندام با یگانه دختر جوانش زندگی داشتند. سپاهیان پادشاه می‌خواستند که پیرمرد سال خورده را به بیگاری ببرند. وقتی دختر دید که پدر پیرش توان حرکت کردن و کار را ندارد و سپاهیان او را به زور سرنیزه می‌برند، ناچار به جای پدر خود برای کار بالای سر کوه رفت و به زحمت زیاد خود را به قله کوه رساند و در صف بیگاران قرار گرفت و مشغول سنگ دادن شد. از قضا در همان روز پادشاه ظالم برای دیدن جریان کار به کوه شیر دروازه و از آنجا به قله‌های کوه آسمایی آمد. چاشت روز بود و آفتاب سنگ‌های کوه را گرم کرده بود. تشنگی و خستگی بر همه چیره شده بود و پادشاه در امتداد دیوار حرکت می‌کرد. دختر جوان دفعتاً از فرط ناتوانی و بیچارگی و غیظ در مقابل تشدد و ظلم تصمیمی اتخاذ کرد و پارچه سنگی را که در دست داشت به هوا بلند کرده و بر سر پادشاه ظالم کوبید. غریو مردم برخاست و پادشاه ظالم بمرد.